بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. برادران عزیز و گرامی، از خداوند بسیار بسیار مهربان و بینهایت کریم و رحیم خواهان او هستم که خدای مهربان در عوض آن چیزی را که میرسانم و در عوض آن چیزی را که شما پیگیری دارید و گوش می اندازید، خدای مهربان توفیقی عمل کردنش نصیب ما گردانه و همچنان پاداش ها و اجرهای را که در این لحظه ها هست خدای مهربان در نامه اعمال ما نویسانده گرداند. خدای مهربان اسلام عزیزمان را همیشه حفظ فرماید و محبت این دین را، محبت این پیامبر نازنین را در قلب‌های یکایک ما و شما به همیشگی نگه دارد و خدای مهربان عدد مردم مسلمان را در روی عالم باز هم زیاد گرداند و مشکلات هایی که مردم مسلمان دارند خدایا با فضل کرمت از بالای سر این مردم مسلمان مشکلات هاشون دور گردان، روزهای خوب و روزهای نیک نصیبشان بگردان. و از الله مهربان خواهان او هستم که گذشتگان همه ما را رحمت و مغفرت گردان، بیماری هامون شفای کامل ته و خدای مهربان مسافر هامون، کسانی که امروز بیرون از جمهوری در مسافرتند، خدایا سفرهاشون مبارک و بخیر بگردان. و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند با این بسیار نعمت بزرگش، یعنی ایمان، اسلام، حیات بر سر بردن نصیب ما گردان و با این نعمت بسیار عالیت باز دنیا را پدرود گفتن هم نصیب ما بگردان. خدایا زمانی که وارد خانه آخرت یعنی قبرمان شدیم، خانه قبرمان هم خانه راحت بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران عزیز و گرامی، چگونه وعده داده بودم که سوال هایی که بر من شد، یکی درباره طفل هایی که در مهد در گهواره به سخن آمدند، اونها کیا هستند و همچنان در اطراف دشمنترین دشمنها که این نفس است و همچنان یکی از دردهای بسیار بد که کبر هست، از من خواهش کردن صحبتی داشته باشیم. من هر کدام اینها را برادران عزیز با طریق علاهیده موضوع کردم و در گرد هر کدام این یک چند دقیقه های صحبت میکنم، زیرا که برای خودم شنیدن آن چیزی را که الحال شما میشنوین بسیار مهم میدانم، زیرا در این بسیار درس های بزرگ نهفته است برای کسی که اگر خوب با دقت گوش اندازد. از این لحاظ این سه طفلی که در خردی اینها گوییم که زبان کشادن و با زبان گویا صحبت کردن، آیا مقصد از این چی بود؟ من برای شما انشاءالله مفصلا بیان میکنم. الحالم که باشد برادران عزیز و گرامی، اگر الله همراهت باشد، با تو باشد، از تو راضی باشد، دشمن تو حتما شکست خواهد خورد. اگر الله با تو نباشد، از تو راضی نباشد، دشمن تو به تو پیروز خواهد شد. اگر الله از تو روی گرداند، نزدیکترین نفرت از تو
روی خواهد گردانید. اگر الله با تو باشد از تو روی نگرداند، سختترین دشمنت با تو می پیوندد و در تو همچو خدمتگار باقی می ماند. اگر الله از تو راضی باشد در قلب مردم، در قلب خلق محبت تو را جای می دهد و همه تو را دوست می دارد. اگر الله از تو راضی نباشد نفرت تو را در قلب همگان جای می کند. اگر ترس الله در دل داشته باشی الله به تو هیبت وقار عطا می کند. اگر از الله اطاعت کنی همه تو را اطاعت خواهد کرد. شاعر می فرماید اگر جمله جهانم خصم گردد نترسم چون نگهبانم تو باشی. ز شادی در همه عالم نگنجم اگر یک لحظه غمخوارم تو باشی. برادران عزیز و گرامی، حقیقتا سعی کنیم، تلاش کنیم که الله همراه ما و شما باشد. سعی کنیم و تلاش کنیم که خدا را از خودمان راضی گردانیم. زیرا اگر الله مهربان از ما راضی نباشد، از ما روی گرداند، وای به حال ما و شما که دنیا و آخرت ما و شما به چی تبدیل می‌یابد. خدا رحمت کند استاد ما را بابای داملو شریف میگفتند. استادای من بسیار برادران عزیز، یکی از اونها بابای داملو شریف به نام سامع آدینه زاده. وقتی من نزدش میخواندم بسیار ادبیاتی به قوت داشت، بسیار علم زیادی هم داشت. بسیاری از همین شاعرها و نویسنده ها پیشش می آمدن، از او بسیاری چیزها را می گرفتن. بار مصرع های را می گفت، من در حال قلم می گرفتم و می نویساندم. در یک بیانش گفت که اگر خواهد نگه دارد کسی را چی باک از یک جهان آتش خسی را. اگر برعکس این گرداند ابرو گدازد برگ گل را تندی بو. برادران عزیز، حضرت فرمود که اگر خواهد نگه دارد کسی را چی باک از یک جهان آتش خسی را. اگر بنده را که الله مهربان حفظ کند پشتیبانش باشد، تمام اگر عالم بر علیهش خیزند یک سری خسی را اینها کم کردن میتونند. اگر برعکس این گرداند ابرو گدازد برگ گل را تندی بو. حضرت خودش بعد معنا میکرد، میگفت که این معنایی که من کردیستم از زبان خودی همون بود. گفت اگر به شرطی که الله مهربان از تو روی گرداند یا تو چنان حرکت ها و چنان روزگذرانی داری که خداوند از خودت خفه کردی، ملال کردی، میگه مثل همینی هست که خیلی که یک گل بوی خودش پژمرده میکند تو را هم همچنان از داخل خودت، از نزدیکترین های خودت تو را از بین میبرند. همین قدرت های الله ذوالجلال است. برادران عزیز، میایم به سر سوالی که از من کردن. برادران عزیز و گرامی، در پیش من حدیث بسیار طولانی که حدیث متفق علیه، یعنی هم امام بخاری و هم امام مسلم در کتاب‌های بگیم معتبر خودشان این حدیث را با روایت حضرت امام ابو هریره میارند که ان ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال لم یتکلم فی المهد الا ثلاثه. پیامبر نازنین گفتند در گهواره بجز 3 نفر دیگر کسی صحبت کردگی نیست، دیگر کسی گویم
زبانش گویا نشد. عیسی ابن مریم یکم، عیسی، حضرت عیسی پیامبر فرزند مریم. دیگر و صاحب جریج، دوم نفری که در بنی اسرائیل زندگی میکرد، این به نام جریج که یک عابد بود که چه حادثه گذشت که آن طفل، بگیم از طفیل جریج که وقتی تهمتش کردن، آن طفل خود بیان کرد که این سخن در حق جریج مقصد تهمت است که من الان برای شما را روشن میکنم. سیوم نفری که مادری را حکایه میکند پیامبرمون که وقتی پیستان مادر در دهانش بود و حالت یک مردی بسیار خوب را، مقصد یک مردی را دید بسیار بالای اسب سوار است و بسیار آلوفته و تازه است. وقتی گفت خدایا مرا مثل همون گردان، این کودک میگه همون پیستان مادر از دهان پرتافت و گفت خدایا مرا مثل این نگردان. یعنی این سه نفر در این حدیث برادران عزیز مقصد آوردن. یعنی یکی از اینها گفتیم حضرت عیسی که من الحال از قرآن سخنی را که حضرت عیسی میگد، یکم حضرت عیسی در خوردی، یعنی در گهواره بودن، که شما میدونید که کودک وقتی تا 1 ساله تا 1.5 ساله نشود زبانش گشاده نمیشود. لیکن اینها از این کودکایی که من الحال میخوانم، از اینها گویم شاید 1 ماه و 2 ماهه بودن که در این هیچ امکان مقصد صحبت یا گفتگوی نداشتند، ولی اینها به زبان آمدند، اینها سخنهای گفتند. یکی از آنها حضرت عیسی که شما میتونید برادران عزیز سوره مریم آیت های 28 29 و 30 که از این حالت خبر میتید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیه. وقتی حضرت مریم برادران عزیز فرزند گرفت و به خانه شان آمد، قوم همون قبیله میگه به پیش حضرت مریم آمدن، گفتن ای خواهر هارون، آخر پدر تو یک آدمی بسیار مقصد عابد بود، مادرت هم یگان آدمی بی ترتیب و بی مناسب نبود، این چی شد که تو مقصد به شوهر در دستت با طفل آمدی؟ این چی کاری مقصد بدی بود که تو انجام دادی؟ حضرت مریم گفتن. حضرت مریم بعد الله میگه فاشارت الیه، حضرت مریم میگه اشاره به سوی دهنش کردن و بعد به حضرت عیسی که در گهواره بود اشاره به او کردن که از او پرسید. یعنی برادران عزیز اون زمانها که خدای مهربان در همون دور در دین همون زمان انا گویم که روزه های برای گپ نزدن روزه گرفتن بود. یعنی تا 3 روز روزه بود که تماما گپ نمیزنی، روزه گپ نزدن، چیزی که در خنان روزه هست، نمیخوری نمینوشی و دیگر در اون زمان ها هم برای گپ نزدن هم روزه بود که 1 روز است، 2 روز است، 3 روز است، روزه میگرفتن که مقصد همون رو صحبت نمیکنند. حضرت مریم اشاره کرد که من روزدار از گفتنم، زیرا تعلیمات الله همین بود. بعد اشاره کرد گفت فاشارت الیه، به سوی حضرت عیسی اشاره کرد. حضرت عیسی در گهواره است. قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، اینا فهمیدن که حضرت مریم روزدار است و گفتن با این کودکی که در گهواره بسته شده است با این چگونه ما صحبت میکنیم؟ یعنی این قدرت آخر گویا نیست، این زبانش کشاده نشده است،
ایچکل با ما صحبت میکنند. وقتی این سخن گفتن، بعد این سخن حضرت عیسی میگه در گفتار آمد قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. برادران عزیز، میگه وقتی این سخن که گفت، قوم که گفت با این چگونه ما صحبت کنیم، حضرت اولین سخنی را که از زبانش در حالت گهواره بودنش گفت چی بوده است؟ قال اینی عبدالله، این آتانی الکتاب، من بنده الله هستم و خدای مهربان بر من کتاب داده است و مرا از زمره پیامبران گردانید. این یکم کودکی که در گهواره گپ زد، این حضرت عیسی که سخنش در سوره مریم. برادران عزیز، شما میتونید که از اینجا هم باز معلومات بگیرید که الحال شنیدین که حضرت عیسی چی گفت. دوم گفتیم و صاحب جریج برادر و کان جریج رجولا عابدا. پیامبر ما گفته است جریج یک مردی بسیار با عبادت بود. اون وقتا یک صومعه میگفتن، یعنی به خودش یک جای می ساخت و در اونجا شب و روز در اونجا عبادت میکرد. این مرد از زمره منها بود. فاتخذ صومعه فکان فیها فاتته امه و هو یصلی. وقتی میگه در همون صومعهش بود، در همون جای عبادتش بود، عبادت میکرد که همین زمان میگه مادرش آمد، مادر همین جریج، و هو یصلی، او نماز میخوان. فقالت، بعد مادر صداش بلند کرد یا جریج، فریاد کرد ای جریج. گفت فقال یا ربی امی و صلاتی فاقبل علی صلاتی فانصرفت. بعد مادر فریاد کرد جریج جریج جریج. جریج در درون نماز بوده، با دلش داد خداوندا مادر ما جواب بگم نماز ما بخوانم، مادر ما جواب بگم نماز بخوانم. گفته در دلش شد ولی نماز انتخاب کردم ولی بر مادرش جواب نگردانید. مادرش رفت. فلما کان من الغد اتته و هو یصلی. با پگاه میگه مادرش با آمد که باز این فرزند در نمازه. ببینید این اکو فردا هست. باز گفت، با فریاد زد جریج. باز از جریج میگه همین سخن گفت خدایا نماز خانم، مادر ما جواب بگم. خب این حالت میگه مادر رفت. بعد از اون میگه مادر روزی دیگر آمد، باز همین حالت تکرار شد. بعدا دیگر مادرش وقتی که جواب از جریج که نمیگرفت، بعد گفت اللهم لا تمیته حتی ینظر الى وجوه المومیسات. مادر بعد دعای بدش کرد. حق مادر ده گاه وقت مادرها هستن که در حالتهای مثال یکی خشم میان، غضب میان، دعا میکنن. اما مقصد من این است که مادرها باید فرزندانی که مثال پایبند نماز باشن، فرزندانی که در عبادت باشن، باید این دعا را در حقشان نکنن. خیر که این حالت می شود، این تاریخ است، این کار شده است که پیامبر نازنین حکایت داره. میگه بعد گفت خدایا گفت جان یعنی جریج نگی. اکو مادر خفه شد آخه به خاطر که جوابش ندادن دایم میامی در درون نمازه. شاید یگان کاری داشت، مقصد دیگر کارش انجام نیافت. گفت خدایا تا همین اگر فرزندی من در یگان یعنی زنی نامحرم اگر نگاه نکند، میدونست که بچهش بسیار آدمی با تقوا است، روی زنهای مقصد بیگانه را نگاه نمیکند، هیچگاه دست درازی به این کارها ندارد. گفت خدای تا اگر همین را مبتلای همین کار حرام نکنی جانش نگی. دعاش کرد. بعد از آن برادران عزیز فتذاکر بنو اسرائیل جریجا و عبادته و کان امرأة بغی یتمثل بحسنها فقالت ان شئتم. اگر اینجا در بعد برادران که من وقتی زیاد نگیرم، همه این حدیث هم قریب 2 ورق است نخوانم. میگه وقتی که بسیار حضرت جریج که پای به عبادت داشت و معروفیتش میگه همه را که فرا گرفت، البته دشمنان در پیش افتیدند، گفتن ایرا مقصد ای خیل نمی شود. در هر یک زمان برادرای عزیز هر نفری که ببینید که یک علم دارد، آبرو دارد، عزت دارد،
در پیش با مثال بدبینی ها و خصومت های زیاد است. بعدا در همون زمان یک زن بسیار صاحب جمال بود. میگه برای جریج بدنام کردن، برای جریج آبروش از بین بردن، که این خیلی گناه سختی هست برادران عزیز، میگه راه ها جستن و همین زن میگه به پیش جریج روان کردن. وقتی نزد جریج آمد و از نزد جریج بیرون شد، گفت راستی گفت هرچند که حرکت کردم، هرچند که خودم عریان کردم، نزدش مقصد رقص ها کردم تا که او را مقصد اشتهای او را مثال کشاده کنم، میل او را به سوی خودم جلب کنم، ولی نشد، امکان نشد. جریج مقصد بسیار شخصی با تقواست، ایرا مقصد در این حالت آوردن هیچ امکان ندارد. بعدا برادران عزیز و گرامی گفتن مادامی که این نباشد، رو گفتن این زن گفتن با یگان مرد دیگری مقصد همخوابگی کن. وقتی که حمل در شکمت که پیدا شد، تهمت میزنیم که این مقصد تولد که کردی، میگیم همین فرزند ای جریج، تو همین را به گردنش بار کن، تو تهمتش کن. میگه این کارم شد. وقتی که این زن تولد کرد از حرام و پرسیدنش این از کی است، گفت هو من جریج، این از جریج است. گفت با من نزدیکی کرد و همین فرزند تولد شد. فاتوه آمدن، بعد همون قومی که دشمنای جریج بودن، بدبینهای جریج بودن، آمدن و صومعش برادر عزیز خودش ضرب لت کردن و همون جایی که عبادت میکرد و یا مقصد چپه کردن انا و جعلوا یضربونه، میزدنش که تو این کار کردی. فقال ما شأنکم، بعد گفتن چرا این جای عبادتی مرا چپه کردین؟ چرا مقصد مرا اینقدر ضرب میکنین، اینقدر مقصد اذیت میتین؟ این بحر چی است؟ قالوا زنیت بهذا البغی فولدت منک، گو زیرا که تو با این زن زنا کردی و این زن فرزند به دنیا آورده است. تو مقصد دیگه وقتی که دست به این کار زده، تو چی مثال از خودت شیخ میتراشی و چی از خودت صوفی میتراشی و چی از خودت مقصد عالم میتراشی؟ تو را مقصد صدقه اینطوری آب روی عزت کنه گفته. یعنی اگر چنده که این کار پیشتر علاقه مطرح شدگی بود، در حق یک تهمت بود. خلاص همچنانش کردن. قال این الصبی، بعد جریج گفت که همون طفلی را که همین زن به دنیا آورده است در کجای اون طفل؟ فجاءوا به، آوردن، بعد طفل آوردن، خیلی طفلی اولی یک ماهه ناشده در گویم لطه پیچاندگی پیش حضرت جریج آوردنش. دعونی حتی اصلی فصلی، گفتن بیارینش پیش من. آوردنش. خیز حضرت جریج دو رکعت نماز خوان برادران عزیزم. فلما انصرف، وقتی که ای نماز از نماز که بیرون شید، فتعنا فی بطنی، و میگه دستش در بالای همون شکم، در بالای همون شکم گذاشت و در با مقصد اگر گیریم در یعنی یک ضرب میگه زد و قال یا غلام، بعد میگه به طرف همون کودک گشت و گفت که ای کودک، گفت ای بچه، گفت من ابوکا، پدرت کی؟ گفت تو از کی مقصد به دنیا آمدی؟ قال فلان راعی، گفت فلانی چوپان هست. نامش گرفت. میگه یک چوپانی بود از در همون اطراف زندگی میکرده است، یک بگیم پادبانه. میگه نامی همون را گرفت. گفت که همون فلانی، گفت پدری من، گفت من از جانب همون گفت به دنیا آمدم. برادرای عزیز، وقتی که این سخنه که این کودک در همون آوان کودکیش گفت، همه و همه میگه دیگر یک باره میگه دستا را برداشتن، لرزه در اندامشون پیدا شد و خواستن که همون جای عبادتگاه جریج از طلا سازن. دیگر گفت خواهش میکنم همون طرزی که همون بینا بود، همون بینا ما بسازین. همون بیناش ساختن و جریج عبادتش ادامه دادن گرفت. این دویم نفری بود برادران عزیز از کودکانی که
خب با سخن آمدن. سیوم گفتیم پیامبرمون حکایت کرد که زن گفت و بین صبی یرضع فی امه، یک فرزند میگه دهنش در پستان مادرش بود میگه و گذشت میگه مادرش به پیش یک رجل راکب علی دابتین، به پیش یک مرد گذشت که اون مرد سواره در اسب بود، لیکن بسیار با مثال لباس های فاخره و بسیار لباس های زیبا و مادر بسیار حوض آمد که مقصد این مردک به این کم مقام و منزلت رسیده است. در حال میگه وقتی او را دید مادر دعا کرد گفت اللهم اجعل ابنی مثل هذا، گفت خدایا فرزند مرا مثل همین بگردان، یعنی صاحب همین دستگاه و دکان و صاحب این کت و کوت و صاحب این قد و قامت و صاحب این شرایط کن. میگه فترک صدیه، میگه این کودک در حال میگه پستان دهنش پرت افتاد و اقبل الیه و میگه فنظر الیه فقال اللهم لا تجعلنی مثله، میگه گفت که خداوند گفت اصلا مرا مثل این نگردان. بعد از آن میگه باز در راه میگه مادر حرکت کرد، رفت به جای رسید میگه که انا بجاریت، یک غلامی را و هم یضربونها، یک غلامی را دید که زده استنش. خب و یقولون زنیت سرقتی، تو زنا کرده، تو دزدی کرده. میگه وقتی که حال ای را دید که بسیار احوالش بده، یعنی در حالت مظلومیت قرار داره، این مادر دید. بعد از آن چی گفت؟ گفت که اللهم لا تجعل ابنی مثلها، خدایا فرزندی مرا رنگ این نگردان، یعنی این عذاب و اذیتی که این بیچاره را میتیم خدایا فرزندی مرا به این حالت نیار. میگه باز همینجا کودک میگه همون پیستان دهنش رها کرد و گفت خدایا مرا مثل همین بگردان. شارع حدیث میگن برای چی در اول گفت مثل وای نگردان؟ گفت زیرا وای ظالم بود، وای آدمی که با تمام شرایط امکانیت بود که مادر حوث او را خورد، وای ظالم بوده که مادر نمیدونست که این ظالم است. این فرزند میگه به زبان آمد و گفت خدایا مرا مثل این نگردان، یعنی هیچگاه من بیزارم از همون نفری که خب از دستش هزارها آدم ها ظلم ببینن، ولی این نفری که نه زنا کرده بود نه دزدی کرده بود، که این تهمت زده بود، یک آدمی مظلوم بود که در پیش خدا این بسیار مرتبه و مقام دارد، این کودک گفت خدایا مرا مثل همین بگردان. این متن حدیثی هست برادران عزیز که امام بخاری و امام مسلم آوردند. اینجا من باز از دیگر کتاب ها نگاه کردم، مثل از حضرت عبدالله ابن عباس حدیث دیگری هم میارد که در احمد در مسندش میارد، طبرانی و ابن حبان و حاکم از حضرت عبدالله ابن عباس میارند که از پیامبرمون میفرماید، میگه تکلم اربعه صغار، میگه سه کس نه بلکه 4 کودک میگه در کودکی میگه یعنی زبان گویا داشتن. عیسی ابن مریم، یکمش حضرت عیسی ابن مریم است میگه، دوم صاحب جریج، دومش جریجی که من برای شما صحبت کردم، سوم و شاهد یوسف، سومش میگه کودکی که حضرت یوسف با زلیخا تهمت کرده بودن، همون کودکی که مقصد در شاهدی داد که این کارها مقصد در حق حضرت یوسف تهمتند. و ابن ماشطتی ابنت فرعون، 4م نفری را که حضرت عباس آورده است، انا این کی است؟ میگه این میگه فرزندی همون زنی که در کاشانه حسن فرعون کار میکرد، که گویم دختر فرعون همیشه موی سر و سکه و صورت همون را خوب میکرد و تیار میکرد، انا فرزندی همون مقصد در طفلیش صحبت کردگی است. مقصد از این کاشانه حسن فرعون در زنی که کار میکرد، میگه باره میگه همون شانه وقتی که دختر فرعون سرش شانه میکرد، شانه دستش افتی، میگه خم شد و بسم الله گفت و شانه را برداشت. بعد گفت چی گفتی؟ گفتم به نام الله. گفت مقصد پروردگار دیا الله پدر منای؟ گفت نه، الله را که من یاد میکنم وای هم پروردگار پدری تو هست هم از من. گفت همین تو در پیش پدری من گفته میتونی؟ زیرا که فرعون دعوای خدایی داشت برادران، و میگو انا ربکم الاعلی، من خدای بزرگ هستم. از این لحاظ میگه وقتی که پیش فرعون بردنش، گفت که آیا همین سخن گفتی؟ گفت بله گفتم. گفت چرا این سخن گفتی؟ گفت آخر
خدای تو و خدای من آن خدایی است که او بی‌مثل است و بی‌مانند است. فرعون گفت از همین قولت نمیگردی؟ گفت نه نمیگردم. میگه آبهای جوش آوردن در دیگهای کلانو، تمام اولاد همین زن میگه یک تا میگه در پیشش چیکار میکردن؟ میپرتافتن. وقتی میپرتافتن زن در همون اعتقاد عقیدش برادرای عزیز باقی بود. اخیراً میگه بعد همون نوبت همون کودک در دستش آمد. کودکی که در دستش بود، گفتن کودک هم بگیرین دستش پرتوین در آبی گرم. میگه وقتی که این کودک ای دستش میگرفتن، کودک میگه طرف مادر گفت تو در همه اعتقادت باقی بمان. یعنی این اعتقادی را که تو داری، این سخنی را که تو داری، این حق است مادر. بگذار مقصد تو را مرم در آبی گرم پرتوید، ولی از این اعتقادت نگرد. ابن عباس میگه چهارم نفری که در خردیش صحبت کردگی است، انا همین دختری نفری هست که در کاشانه حسنی گویم که فرعون کار میکرد. حتی این حدیث برادران عزیز از صهیب رومی هم در همین باب در امام مسلم میارش. در بعضی حدیث ها حدیثی 2299 است، در بعضی کتاب ها 3005. در اونجا میارد که وقتی پیامبرمون همراه جبرائیل شب معراج دا وقتی که نزد الله دعوت چید، در اونجا میگه یک بوی خوش میگه با مشامشون رسید. میگه از جبرائیل گفت که این همون بوی خوشی هست که مثلا بوی خوشی همون فرزندی نفری که در کاشانه حسن فرعون کار میکرد، انا همین گفت بوی خوشی همون استخوان‌هایی که مقصد از اونها جمع کرده بودن که خواهش مادر همین بود که میلش همه ما پرتافته شیم ولی استخوان‌های ما همه یک جا جمع شود. گفت این همون استخوان‌هایی هست که از بوی خوش او تمام همین فضا را مقصد همه را فرا گرفتگی است. این مقصد با روایت حضرت عبدالله ابن عباس است. حتی در حضرت امام بیهقی هم این حدیث آوردگی است و در بعضی مثال گویم حدیث های دیگر مجموع 7 نفر میارن. میگن تا 7 نفر. اینجا در حتی نفری هست حضرت یحیی را میارن، بچه حضرت زکریا را میارن. دیگر نفری هست که میگه در قصه اصحاب اخدود، ولی در سوره بروج برادرای عزیز اگر سوره بروج ما و شما نگاه کنیم، سبب نزول میگه همین سوره بروج میگه همین در باب همین اصحاب اخدود که این یک پادشاهی بود به نام زرعه ابن تبان که بسیار ابن کثیر میگه یک آدمی مشرک بود. بعد میگه قبیله نجران در یمن وقتی که میگه به دین نصرانیت میگه ایمان آوردن که عدد چون صاحب تفسیر انوار القرآن 70,000 میگه. وقتی این پادشاه میگه نصران آمد، زرعه لعنت الله علیه وقتی پیشون آمد گفت که یا گفت از همین اعتقادتان میگردین، یعنی رنگ ما مشرک میشین کافر میشین، یا اینکه گفت همون اخدودش زمین ها را کندن برادران عزیزم، در داخلش آتش انداختن و گفتن همینجا یک هر کدام شما مقصد در همینجا پرتافته میشین. و همچنان هم شد اونها مقصد از اعتقادشون نگشتن، یکایک اونها هم در همین آتش پرتافته شدن. و یکی از کودکایی که در دست مادری بود ویم در همینجا میگه مادرش دل برداری کرد که مادر مقصد هیچگاه از اعتقادت نگرد، بگذار در همین گودال در همین آتش سوخته شویم ولی با همین اعتقاد درست و صحیحمان نزد پروردگار برویم. ایران در کتاب ها برادرای عزیز مقصد این حدیث هم همین اصحاب اخدود هم امام مسلم در همون حدیثایی که رقماش برای شما گفتم در اینجا آورده است. خلاص برادرها در این سه تایی که در ابتدا گفتم در سندهای اینها یگان شبهه و شکی نیست، مگر در این 4 نفری که غیر این یادآور شدم در سنداشون بعضی علتها هست، ولی برای معلومات پیدا کردن شما من اینها را بیان کردم. الله مهربان شما را عمر دراز بتاد، ایمان کامل تان تیاد
ولی برادران عزیز، من برای چی این موضوع را برای شما بیان کردم؟ برای چی را من مقصد علاهیده گردانیدم؟ برای چی که مثال این کودک ها انا به زبان آمدن، زبان گویا پیدا کردن و دیدیم که با چه چیزهای مقصد اینها شهادت دادن. من در زیر اینها برادران عزیز بزرگی الله را میبینم. یعنی اینجا قدرت الله هست که ولی بینیم برادران عزیز و گرامی در چندین جایهای قرآن از بزرگی های خدای مهربان من برای شما گویم. بینین درباره انا آیت 259 از سوره بقره او کالذی مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها. بزرگی خدا را بینین در اینجا برادران عزیز که میگه گپ در سر حضرت عزیر. اینم یکی از پیغمبرهای بنی اسرائیل بود. میگه وقتی که به پیش یک قریه و پیش یک قشلاقی میگذرد که ای دست پادشاهی همون زمان بخت و نصر ویران شدگی بود، یعنی چپگردان شدگی بود، مردمش در زیرش ماندگی بودن. وقتی حضرت عزیر میگه از اینجا گذشت، بعد چیکار کرد؟ میگه قال ان یوحی هذه الله بعد موتها. میگه در ذهنش میگذشت که این دیه را خدای مهربان کی اکو از سر نو آباد میکنه و یا کی این آدمایی که در زیر این امارت ها کشته شدن، نابود شدن، اینها کی مقصد خلاص از اینجا برداشته میشوند، یا چگونه خدای مهربان با اینها را مقصد از این حالت زنده میگرداند. میگه وقتی که این در میگه خیال حضرت عزیر گذشت برادر عزیز، فاماته الله 100 عام. میگه خدای مهربان جان حضرت عزیر را گرفت و ببین 100 سال حضرت عزیر مقصد در حالی هلاکت بود. الکی خدا جانش گرفت 100 سال. ثم بعثه، بعد از آنی که 100 سال از مردنش گذشت، بعد از آن میگه الله میگه جان دویم باره در حضرت عزیر میگه داخل کرد. قال کم لبیسته، بعد میگه پرسیدش عزیر چند سال به تو در اینجا خواب بودی؟ قال لبیست یوما او بعض یوم، گو یک روز یا یک روز یا نیم روز. زیرا که میگه خداوند جان عزیر اولی روز که گرفته بود، اینجا که جانش در آخری روز مقصد که الله داد، دید که آفتاب نشستن ای در ذهنش همون بود که مقصد من اولی روز برآمدم. الکی بیگاه شد، گفت یک روز یا نیم روز. قال لبیست یوما او بعض، قال بل لبیست 100 عام. خدا گفت نگو عزیر، تو 100 سال بودی که در همینجا جان در بدن نبود. تو یعنی 100 سال در همینجا افتاده بودی، 100 سال در همینجا خواب بودی. برادر عزیز قدرت های الله مهربان بین. فانظر الی طعامک و شرابک، بعد همراهش طعام داشت و شراب، میگن انگور داشت، انجیر داشت، همراهش بود. میگن بعد گفتش که الله مهربان که کو نگاه که انجیر تا و انگور تا لم یتسنه، در همین 100 سال یگان تغییرات در همینا شده. یعنی عیناً همونه که آوردی، همون شکل، همون مزه، همون رنگ برادر عزیز در جاش ایستادگی است. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیة للناس. بعد گفت خر نگاه، خرش برادر عزیز با خری داشت. خرش میگه تماما میگه یعنی با استخوان تبدیل شدگی بود، یعنی گوشت و پوست و دیگر هیچی از خر ماندگی نبود. بعد گفت وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. بعد میگه وقتی گفت نگاه کرد که به خر نگاه کرد، وقتی نگاه کرد میگه استخوان ها اینش به اینش پیوست میشه. بعد از آن برادران عزیز میگه دیدیم که گوشت هاش میگه آمد، دیدیم که مقصد هر یک عضو پیوست شدن میگرفت. بعد از آن فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر. بعد از آن میگه حضرت عزیر اون خیال و فکری که در ابتدا در سرش گذشت برادر عزیز چی گفت؟ گفت چی بزرگی هستی پروردگاری من، ای خدای توانا، مقصد تو چی قدرت هایی داری. در دوام همین برادر عزیز آیت 260 حضرت ابراهیم میگه و از قال ابراهیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى. میگه ابراهیم الله را گفت خدایا همین مرده را تو چخیلی زنده میکنی. حضرت مقصد کو یقین داشتن، باور داشتن، ولی میخواستن
با عین الیقین با چشمشون ببینن. خب تو قال اولا تؤمن قال بله ولکن لا یطمئن قلبی. گو چی؟ مقصد با قدرت من آیا باور نداری؟ گو باور دارم الله مهربان، من به قدرت تو تسلیمم، ولیکن به هر حال میخواهم که قلبم آرام بگیرم. قال فخذ اربعة من الطیر. خدا گفتش برای همین 4 تا پرنده را بگیر. ولی ابن کثیر میگه که 4 پرنده، یکش طاووس بود میگه، یکش میگه کرگس بود، یکش میگه قراق بود، یکش خروس بود. 4 تا پرنده ارارش میگه گیرید. فصرهن الیک. گفت که بکنشون، یعنی همش گردنش ضرب کن، قناتاشون بکن، پوستاشون بکن. گفت بگیر که فصرهن الیک، مقصد از بگیم طریق میسرو که بگذرونشون، تیکه تیکه که مایده که ارارش که. گفت فصرهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. بعد تفسیرها میگه در 7 پاره کوه مقصد مشت گوشتای همه را برده مقصد حضرت گذاشت. ثم ادعوهن. بعد از آن گفت فریاد چون که بگو به اذن پروردگار زنده شوی. میگه حضرت ابراهیم فریاد زد. یاتینک سعیا. همشون میگه در آسمان خیستن برادران عزیزو، با یکدیگر هر کی در پوست خودش و گوشت خودش داخل میشد و با اصل اولش میگه هر کدام اونها برگشتن. واعلم ان الله عزیز حکیم. ببینیم برادران عزیز، حضرت ابراهیم گفت خداوندا تو چی بزرگی، چی قدرت هایی داری. برادر عزیز، من به این خاطر میگم که الله بسیار ذات توانا است، بسیار ذات بزرگ است. همیشه از الله مهربان اطاعت کنیم، همیشه از خدای مهربان بترسیم که خدای مهربان به همه چیز قادر است. اگر الله شود از بنده راضی، به او یار است استقبال و ماضی. شاید ای بندگر الله به آزار، همه در هر دو عالم است و بیزار. خداوند خاتمه ما را بخیر کنه، ایمانهای همه ما و شما را با سلامت نگه داره و همچنان قدرت های الهی بنیاد زیاد است. ولی به هر حال باشد، من فکر میکنم که برای گوش کننده خدا خواهد اینش کفایت میکند. سلام علیکم.